کچالویه کچه شورناکود ایش بلانیه ایش هم spring rolls homemade donuts pastries دلم قفل سرا با مهر لاکن دلم قفل سرا با مهر لاکن کیوانی می نگاهی تو از مشونه کیوانی می نگاهی تو از مشونه خوش آمدی وطن دار خوش آمدی و بیرار کنیم خوشی را تکرار الهی غم نبینی خوشی های تو بسیار الهی غم نبینی خوشی های تو بسیار او چرا بر من توجهی نداری چرا بر من توجهی نداری محبت را صدا کردم پس از تو او چرا بر من توجهی نداری محبت را صدا کردم پس از تو محبت را صدا کردم پس از تو شبانه گریه ها کردم پس از تو وطن رختی از او کردم پس از تو وطن رختی از او کردم پس از
افغانستان ما جان و جهان ما، ای هست و بود ما، ای دار و پود ما، اهل معارف تعلیم کار ما، علم از شعار ما، بس افتخار ما، بدباه ظلمتیم ضد جهالتیم، در کسب با عزم و همتیم، اهل معارف تعلیم کار ما، علم از شعار ما، بس जाता हूँ जब भी हर सू आती है तेरी खुशबू, फूलों पे है ये शबनम या है ये तेरे आंसू, जुल्फों को फिर हिला दो गुल करे हज़ारा, जुल्फों को फिर हिला दो गुल करे हज़ारा, गश्ता से गम तू दियो गुल करे हज़ारा। وصفم آتش زدن فکم بابردی وصفم آتش زدن فکم مجرد داغ کردم نشتر زدن فکم بی تو نمیشه گذرو گل دختری هزاره، بی تو نمیشه گذرو گل دختری هزاره، گشتم زیغم تو بریو گل دختری هزاره. از ما چشم میدی گل چهره گل ماهی در دریای عشق من بودم، بیرون از دریایت بی وفا تو کردی، تا دم را خمیدی گل چهره گل باری، تا دم را خمیدی گل چهره گل باری، رنجورا ندیدی گل چهره گل باری. تشکر میکنیم از جناب استاد رجب علی حیدری. استاد فقط دیگه خواه گرفته شما یک چک کنیم معلوم شه کی خاکی بدار. ماشاءالله. خب تشکر جانانه از جناب آقای استاد رجب علی حیدری از دوردانه های موسیقی ما هستند. باعث افتخاره که ما در خدمتشان هستیم. ان شاءالله که خدا عمر بده استادمون عزت داشته باشه و در برنامه‌های دیگه هم ما در خدمتشون باشیم. در این قسمت دعوت میکنیم از جناب آقای مهران یاوری، خواننده جوان، هنرمند بسیار خوش اخلاق. تشکر، سلامت باشید. گل دست قدر چه خوش ما میایی، گل دست قدر
سلام دوستای عزیز، قومای به نهایت گرامی، ایدهای گذشته شما مبارک، نوروزی که گذشت مبارک دوستا ما محبوب جان همدیم در یک پارکی که امروز در اینجا جشن نوروز را تجلیل کرده همراه با عید فطر یک جای دیگه. لباس های خیلی قشنگ مو رقم که میگنین ما و محبوب جان پوشیدیم. دوستایی که در اینجا هستن همگیشان لباس های قشنگ و زیبای خود امروز دوستا پوشیده کنار هم جمع شدیم تا عید سعید فطر را و همچنان نوروز را که گذشت دوستای عزیز تجلیل کنیم و محبوب جان هم همراه شما. سلام علیکم مونه. عزیز سلام، وقتان بخیر، خدا کنار صحتمند باشین، هر گوشه کنار دنیا هستین. از دل میتونیم میگیریم بعد از خیلی درو بازم در خدمت شما هستیم و بسیار به یک برنامه خوشایند قشنگ با تجلیل از نوروز. گرچه نوروز گذشته، نوروز خیلی وقت بوده، اون در رمضان برابر شد دیگه نشه که تجلیل هم عید سعید فطر بازم دلشون تبریک میگم هم نوروز گذشته تان ان شاء الله که یک سال نو خوبی خوشی داشتین همراه دوستا و فامیلای خو همگی ما شما و امید که میگین عزیزان امروز هم در پارک ولی جشنواره نوروز و همراه هنرمندای عزیز و برنامه‌های متنوع شعرخوانی و سرودخوانی از طرف مکاتب فارسی همدیم که با هم تجربه خنجر هموطنان و امید که می‌گیریم مردمان لباسای رنگارنگی خوب پوشیده بسیار خوب شما رو میشه رنگ و بوی افغانستان گرفته و امید شما در ویدیوها می‌گیرین که خیلی جمع و جوش امسال خیلی قشنگه و امیدواریم که شما از این برنامه که مبادلشون گرفته لذت ببرین. بله دوستا دیگه ما از جریان تمامی برنامه‌ها دوستا بلدشون شارت ویدیو میگیریم و شما حتما برنامه‌های ما رو ببیننده باشین، مخصوصا برنامه امروز دوستا که مردم خیلی با یک قلب مهربان و با یک دل شاد و باز کنار هم جمع شده و نوروز را تجلیل کردن. دیگه در ادامه برنامه دوستا با ما باشین، ما را حتما بیننده باشین دیگه. از این دلمون میگیریم ما امروز یک مهمان داریم در برنامه خود به نام خادم فیاض، آقا استاد خادم فیاض که امروز برای شما پیشتر خود معرفی مونه و قسمت برنامه‌های میگه و قبل از ما شما خیلی خوش آمدید میگم در شهر آدلاید. سلامت باشه، تشکر. من سلام و عرض احترام دارم خدمت شما و بیننده های چینل خوب و قشنگ محیا. برنامه های شما را من دنبال منم، یک برنامه های بسیار خوبی است. ما بعد از تقدیم و سلام و عرض احترام خدمت شما و همه بیننده های شما، از خادم فیاض هستم، از سیدنی آمدم تا در جشنواره نوروزی که در شهر ادلاید برگزار میشه شرکت کنم. غرض از آمدنیم فندرایزینگ است به ارتباط تحصیلی دخترها و خانم‌ها در افغانستان. ما مدت طولانی میشه برنامه‌ها در برنامه‌های آموزشی و تعلیمی و در عین حال ساختمان مکتب در هزارستان داریم که این بدون حمایت و کمک مردم غیر ممکنه که انجام شود و بسیار خوشحالم که امروز در برنامه جشنواره نوروز حضور پیدا کردم و همچنین خوشحالم که شما را از نزدیک می‌بینم. همچنین استاد ما خیلی خوشحالم شما را از نزدیک می‌بینیم و خیلی خوشحالم که شما در برنامه خود امروز داریم و خیلی خوشم از شهر زیبای سیدنی در آدلاید. و قبل از همه سوالات چطور بود برنامه‌های امروز؟ خوش گذشت نگذشت؟ چه رقم بود؟ برنامه عالی بود، با شور و هیجان، با برنامه‌های متنوع، لباس‌های بسیار قشنگ و رنگارنگ هزارگی که خصوصا برای از خود از ما لباس‌های هزارگی واقعا جذاب است، قشنگ است، زیبا است. ما خیلی دوست دارم که عزیزای ما، مردم از ما، یعنی لباس های محلی را بیشتر پروموت کنن، بیشتر حمایت کنن. باور کو این خودش هم حمایت از عزیزای موشه که بسیاری از این طریق نان مخوره و در این حال هر کس دل چی دیگه برای از ما لباس های هزارگی بسیار مقبول و قشنگ و دلربا است. یک فرهنگ است که هیچ وقت یک فرهنگ غنی است که هیچ وقت آدم فراموش نمیشه و هیچ وقت تاریخ از تیر نمیشه. تاریخ ما تازه زنده شده و از این تاریخی که ما امروز لباسای هزارگی مفیدی در بخش زنانه و مردانه و این یک کمک دستاورد میشه برای خانمایی که در افغانستانه و اینا کل دست زحمتی مردمای افغانستان که زحمت کشته با دستای خود اینا را دوخته و امروز ما استفاده کنیم
و خیلی تشکری که منیم از این جزرای دور هر خواهری که از مدعی بخش فرهنگی کار مونه. و گذشته از این همه استاد شما درباره مکتب صحبت کردین و موشه که در مورد مکاتبی که تا الان ساختین و میخواین بسازین کمی معلومات بدین برای دوستا و کدام بخشای در شامل میشه؟ چنانچه که تا حد دوستا در جریان باز ما میخوایم مو دو شیوه کاری داریم. یک برنامه دوامدار در بخش آموزش که عبارت از کورس‌های انگلیسی و خیاطی است در ولایت‌های مختلف کابل، بامیان، دایکندی جریان داره و همچنین در بخش ساختمان مکتب ما خوشبختانه تانستیم تا هنوز حداقل 4 مکتب را تکمیل کنیم که ما عکس 3 دانه از اونا را دارم. این اولین مکتبی است که ما در ولسوالی میرامور منطقه سپوک درست کردیم در دایکندی ولایت دایکندی. داستان از این طوریه که ما حدود 7-8 سال پیش در فضای مجازی یک عکس را در فضای باز زیر آفتاب دیدم. بعد دیره تلاش کردم که پیدا کنم. باز خوشبختانه با استاد سعدی که در لیسه معرفت درس میداد با او آشنا شدم، ارتباط گرفتم. او گفت من از خود از اون منطقه هستم. باز او زمان من گفتم من که دیگه فی الحال کار نمیتونم ولی میتونم فقط خیمه بخرم برای زنا 4 دانه خیمه خرید. آره ای را فرستادم اونجا و ای در ذهن ما بود و در عین حال یک نامرم از یک از دخترای از او مکتب دریافت کردم که خیلی خوشحال شده بود از داشتن خیمه و در عین حال حسرتی داشتن یک ساختمان را به ذهن خود می پروراند. از ما خواسته بود که اگر روزی شود که ما مکتب ما دارای ساختمان شود. اونمو بود که بعد از 2-3 سالش ما اقدام کردم. خوشبختانه با حمایت مردم و عزیزای ما در سرتاسر دنیا و دوستای داخل منطقه ما این مکتب را ساختیم. و مکتب بعدی مکتب دریای هلمند ای هم در ولسوالی میرامور دایکندیه که هم در یکی از محروم ترین ناحیه منطقه کوراف موقعیت داره و اینا هم در یک دکان مخروبه درسای خود میخواندن و به نهایت اذیت بود. گاهی از مار و گژدوم و یا آب و هوا و اینا را باعث میشد که درسایش تعطیل شود. ایرم سال گذشته اقدام کردیم که الحمدلله ایرم تکمیل کردیم و فی الحال بچه ها دخترها بدون دغدغه تا صنف 7 را در اینجا درس میخوانند. مکتبی دیگه که امی سال همچنان تکمیل نشده حدود تقریبا 90% کارش تکمیل شده مکتب واسوره در شهرستان مکتب دخترانه. ما تقریبا در ساخت از این تا کنون 30% سهم داشتیم. یعنی بقیه دوستا از داخل افغانستان و از دیگه جای جهان در اینجا همکاری داشته و ما اطراف $25,000 اینا کمک کردیم. از جمله کلکین و دروازه از اینا را برادر عزیز و خیر ما آقای احسانی در سیدنی موقعیت داره زندگی منه مبلغ 10,000 برای ساخت از کمک شده. اینا کمک هایی که ما به صورت مقطعی شروع منیم و بعد ختم منیم. کمک های دوامدار ما همون کورس انگلیسی هست، کورس خیاطی هست. ما باورم اینه که خیلی بهتره ما همین یک ضرب المثل مگه به جای مایه 2 مایه گرفتن باید یاد بدیم. در شرایط فعلی حداقل کاری که ما میتونیم در قسمت آموزش حرفه خیاطی کنار خواهرای خوب باشیم که اونا از رفتن به بیرون از رفتن به مکاتب متاسفانه محرومه و حداقل میتونه خانه خود را تبدیل به یک کارگاه تولیدی کنه و تبدیل به یک جایی کنه که از طریق دخت و اینا بتونه شاید بخشی از درآمد روزانه زندگی خود را تامین کنه. و ما ایره یقینا بدون حمایت دوستای عزیز ما سرتاسر جهان و دوستای استرالیا و شما سرورا امکان نداره انجام بدیم. کار یک نفر نیست. ما باید دست به دست هم داده برای هزارستان آباد مرفه توانمند کار کنیم.
ما چاره‌ای به جز این نداریم که خصوصا در بخش آموزش و تعلیم بسیار رسالتمندانه و هدفمندانه کار کنیم و فعالیت کنیم تا اینکه بتونیم یک جامعه شکوفا و سربلند داشته باشیم. و از گفته های شما ما خیلی لذت بردم. ان شاءالله که آرزویی که در نظر گرفتین و هدفی که پیش رو دارین بسیار کار عالیه و ان شاءالله که هموطنان از ما که از طریق از چینل یوتیوب و همین برنامه از ما میگیرن قسمی که استاد برای شما گفته که شما نمیشه که بدون همکاری شما هموطنان عزیز این مکتب به جای برسه و همین شما خم فکر کن اگر شما یک در کشورهای خوب زندگی مونین، کشورهای آباد زندگی مونین، اگر یک روز طفلش مثلا مکتب نره و محروم باشد از همه خوشی‌ها، همین از کوچکترین حق انسانی که مکتب رفتن محرومه و نظرش چی رقم است بسیار سخته و ما بتونیم با کمترین هزینه خود و برای از ما و شما اگر کم میگه قطر دریا میشه، برای از ما و شما زیاد تفاوتی نمیاد، برای از ما مثلا کسایی که جیبش ان شاءالله خوبه پیشتر هر کس اندازه توان خود کمک داشته باشه و استاد شما میشه که برای دوستایی که مورد طریق میگیرن یک راه ارتباطی برای دوستا باشین که اگر بخواد شما کمک کنه و از این طریق شما میتونین کدام شماره کدام ایمیل یا کدام رسانه‌ای دارین که دوستا بشه شما را پیدا کنه کمک کنه؟ بله دوستا ما را میتونه از طریق فیسبوکیم که به نام خادم فیاض و همچنین صفحه تعاون سبز گرین کوآپریشن که به همکاری از عزیزای ما 5 سال پیش تأسیس شده، گرچند فی الحال رجیستر نیه در استرالیا و ما تلاش کنیم که او رو به زودی به خیر رجیستر کنیم و همچنین دوستا میتونه از طریق شماره ما همراه ما در ارتباط شوه 040 99 00 337. باز بعدا با کمک دوستا میتونیم که گام های بلندتر و خوبتر را بال کنیم انشالله و فعلا یک پروژه ساخت مکتب را در بهسود زیر دست داریم زیر کاره که دهن قول بهسود کارش نیمه تمام متاسفانه، البته به خاطر سردی کارش تعطیل شده و به زودی کارش دوباره شروع میشه انشالله و همچنین قصد داریم یک مکتب دیگری را در ناحیه بسیار محروم که حتی اونا او مکتب خیمه نداره چی رسد که کاملا در فضای باز شاگرداش درس میخواند در منطقه لعل و سرجنگل ولایت غور که یکی از محرومترین ناحیه هزارستانه که این بدون کمک و مساعدت دوستا غیر ممکنه. ما امیدواریم که با شماره ما دوستا بتونه تماس بگیره و ما بتونیم این دو پروژه‌ای که روی دست داریم ایرم تکمیل کنیم انشالله. دوستای عزیز خیلی تشکر تا این لحظه خنجر از ما بدین. تشکر استاد شما که به این همه زحمت بشین برای وطن خود، برای کنزرای دور و فکر وطن هستین، در فکر هموطنا هستین. خیلی تشکر. و دوستا امیته که استاد در فکر وطن هست شما هم دیست استاد رو بگیرین، ما و شما با هم و یک کشور خود را آباد کنیم با کمترین چیزایی که میتونیم اما دریغ نکنیم. و تشکر استاد، از خیلی خوشحال شدم شما رو امروز در برنامه داشتیم. من همچنان آرزوی سلامتی موفقیت برای شما و چینل شما و همچنین بیننده های خوب و نازنین شما داریم که همیشه شما را دنبال مونه. ما در کناری که در یک کشور آرام زندگی منیم، رسالت ایمانی و وجدانی و انسانی و قومی داریم که در کنار دوستای خود در افغانستان باشیم. با بسیار اندک با هم میتونیم کارهای بسیار کلان و بزرگ را کنیم. بازم تشکر از شما و تشکر از همکار نازنین شما. آرزوی موفقیت برای شما و هم کارش. سلامت باشید. خیلی خوشحال.